در اشرف دورشت قتل عام صورت گرفت و چه بسیار فرزندان مردم ایران که در اوین و گوهردشت یا زاهدان و اهواز و سنندج و یا زندانهای دیگر بر سر دار رفتند. اما از هیچ کس صدای اعتراضی برنخاست. گویا که این سرنوشت تغییرناپذیر ملتی است که حق مخالفت و مقاومت از آن سلب شده بود. بله، این برچسب با هزار رشته پیدا و ناپیدا به اساسی ترین منافع حفظ رژیم گره خورده بود، به منافع عظیم نفتی و تجاری، به مذاکره با آخوندها بر سر برنامه اتمی، به شانتاژ و تهدید عملیات تروریستی آنها و به خواست همیشگی رژیم ولایت فقیه در قضایای عراق پس از جنگ و اشغال. به همین دلیل دیو سخت جانی بود که شکستن شیشه عمر آن محال می نمود. به راستی گره کوری در تاریخ حرکت جامعه ایران به سوی آزادی بود. طلسمی که سرنوشت مردم را به بند کشیده بود و دینامیزم شومی برای کشتن امید به تغییر. با این همه مقاومت ملت ایران چگونه از این 7 خان گذشت و چگونه رسالت تاریخی خود را به انجام رساند؟ از این پیشتر مسعود گفته بود نیروی وجدان و مقاومت ملت ایران سرانجام پیروز می شود. بله، و این چنین پیروز شد. درود بر همه شما و رهبر همه ما. عامل مهم این پیروزی کارزار حقوقی دامنه‌دار جنبش مقاومت بود که بر اثر آن قضایه آمریکا به ستم و بی‌عدالتی روا شده نسبت به این مقاومت اذعان نمود و حکم 2 سال پیش دادگاه استیناف آمریکا وزارت خارجه را به بازبینی نامگذاری ملزم ساخت. سپس همین دادگاه در پاسخ به شکایت فوری با حکم اول ژوئن همین امسال و با تعیین یک ضرب العجل 4 ماهه راه پس و پیش برای وزارت خارجه باقی نگذاشت.